سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و مخاطبان کانال اتحاد نور. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما امروز میخوایم در ارتباط با یه موضوع دیگه کمی صحبت بکنیم که در واقع موضوع مهمی هم هست. در مورد کنترل کابال و مشخصا صهیونیست ها روی رسانه. و حالا گذشته از این که میخوایم صحبت بکنیم در ارتباط با نفوذ اینها، خود نظام کنترل رسانه ببینیم به چه شکلی هست، از ابتدا به چه شکلی بوده و الان به چه صورتی هست. خب مجددا عرض میکنم ما حالا در ارتباط با صهیونیست ها میخوایم صحبت بکنیم. باز اگر برای دوستانی سوال پیش میاد که چرا راجع به اینها، خب صهیونیست ها یک شاخه مهمی از کابال هستن و در یک سطحی خیلی از اقدامات و مسائلی که در دنیا وجود داره توسط اینها انجام میشه. نمونهش همین جریان اپستاین که الان خیلی در رسانه‌ها عنوان میشه. خب گفته میشه که این آقا در حقیقت یا مأمور موساد بوده یا از طریق اینها در واقع شارژ میشده، مأموریت بهش داده میشده و حالا مسائلی که مطرح میشه که به چه اهدافی، مثلا کنترل سیاستمداران در آمریکا به این شیوه از اینها مدرک و سند جمع آوری میکردن تا در مواقع مشخصی در حقیقت این سیاستمدارها رو کنترل بکنن. بنابراین اگر در ارتباط با صهیونیست‌ها میخوایم صحبت بکنیم، دلیلش اینه که بخش مهمی از سیستم کابال دست اینها هست. حالا مشخصا عرض کردم ما میخوایم در ارتباط با رسانه صحبت بکنیم و اینکه به طور کلی اینها روی خبرگزاری ها، آژانس های خبری، مطبوعات، در واقع شاهراهای اطلاع رسانی بین المللی خیلی نفوذ دارن و در واقع با برنامه‌ریزی‌هایی که اینها انجام دادن میشه گفت بر همه مجامع، حالا ژورنالیستی، روزنامه نگاری، اینها در واقع کنترل دارن. حالا این رسانه‌ای که عرض میکنم مثلا در سالهای دور، مثلا زمان جنگ‌های جهانی، خب جنگ جهانی دوم رو اگر در نظر بگیریم صرفا روزنامه ها بوده یا مجلاتی و چند شبکه تلویزیونی. اما امروزه میدونید که یک بخش وسیع رو شامل میشه از حالا روزنامه ها و جراید و شبکه های تلویزیونی، شبکه های ماهواره‌ای. عرض کنم خدمت شما که اینترنت، وبسایت ها، عرض کنم فضای مجازی، انواع و اقسام محیط های مجازی و خیلی دیگه از
ابزارهایی که برای نشر اطلاعات استفاده میشه و اگر شما بیاین بررسی بکنین، اینها میشه گفت همشون در اختیار صهیونیست‌ها هست. یک نمونه روشن یا بارزی که میشه ازش نام برد همین اخیراً مثلا تیک تاک، دوستان میدونن که در نهایت در اختیار صهیونیست‌ها قرار گرفت. خیلی خیلی از فیسبوک اگر دوستان برن نگاه بکنن، گوگل و خیلی از ابزارهای نشر اطلاعات در اختیار اینها هست. حالا بحث رسانه خودش یک موضوع جداییه. در ارتباط با سینما، تلویزیون، تئاتر، رسانه‌های هنری و تبلیغاتی هم ما صحبت کردیم قبلا که به چه شکلی در واقع از اینها استفاده میشه برای کنترل ذهن، برای شستشوی مغزی، برای مقابله با عقاید مخالف اینها، مخالف سیاست‌های اینها و حالا گسترش اون دستور کار خودشون. خب ما میخوایم در ارتباط با رسانه از یک در واقع نفوذ صهیونیسم بر رسانه از کتابی صحبت بکنیم به نام نفوذ صهیونیسم بر رسانه‌های خبری که اومده صحبت کرده در این حوزه و اطلاعات جالبی رو در واقع ارائه کرده. مطرح کرده کتاب حالا در مقدمه که از کارکردهای رسانه، حالا بجز اون مطالبی که خیلی علنی گفته میشه، چه در قالب خبر، مستند، میزگرد، تحلیل، گزارش، تبلیغات، حتی صحبت کرده از پیام‌های مخفی، کدهای مخفی که در تصاویر در حقیقت گنجونده میشه. مثل اینکه گفته مثلا اگر یک مفهومی رو بخوان به شکل نامحسوس به آگاهی جمعی منتقل بکنن، این مفهوم رو در قالب مثلا یک تصویر در یکی از اون 24 تصویری که در هر ثانیه پخش میشه در واقع اینو قرار میدن، ولی شما تصویر رو وقتی نگاه میکنی اونو نمیبینی، به دلیل اینکه خیلی سریع از جلو چشم شما عبور میکنه و وارد ناخودآگاهت میشه اون مفهوم. حالا این یکی از روش هاست، یعنی ممکنه کدهای در واقع با فرکانس های خاصی در اون برنامه وجود داشته باشه که معمولا وجود داره و از این طریق، چه از طریق انتقال تصاویر، چه از طریق انتقال صدا و البته پیام های نامحسوس فرکانسی، در حقیقت این کار رو انجام میدن. خب نکته جالبی رو اینجا کتاب اومده مطرح کرده. میگه در سال 1869 میلادی خاخام یهودی به اسم راشورون در سخنرانی خود که در شهر پراگ
در اهتمام یهود به تبلیغات ایراد کرد چنین گفت که اگر طلا نخستین ابزار ما در سیطره و حکومت بر جهان است، بی تردید مطبوعات و روزنامه‌نگاری و رسانه دومین ابزار کار ما خواهد بود. خب این حتی به نظر من رسانه میشه گفت، یعنی حالا اینجا این فرد اعلام کرده که دومین ابزار هست، ولی به نظر من کارکرد رسانه میتونیم بگیم حتی از قدرت سیاسی و نظامی هم بیشتر هست. یعنی به عنوان اولین و مهمترین سلاح و ابزار اینها داره استفاده میشه و به خاطر همین هم هست که سعی میکنن توی همه مجامع رسانه‌ای دنیا در هر کشوری اینها در واقع نفوذ بکنن، کنترل بکنن و تاثیرگذاری داشته باشن. در واقع اینها خیلی علنی بیان کردن که هیچ خبری نباید بدون کنترل و نظارت ما برای مردم بیان بشه. یعنی گفتن که ما هرگاه که بخوایم میتونیم که، یعنی باید به این شکل باشه که هر وقت که اراده بکنیم باید یک پیامی رو منتقل بکنیم برای مردم و یک حرکت جمعی رو ایجاد بکنیم و هر زمانی هم که خواستیم باید برعکس این کار رو انجام بدیم و مردم رو آگاهی جمعی، افکار جمعی رو یا به سمت خاصی سوق بدیم یا اینکه خاموشش بکنیم. خب حالا مشخصاً در ادامه کتاب میاد یک سری خبرگزاری ها رو نام میبره. حالا وقتی نام خبرگزاری میاد معمولاً خبرگزاری رویتر هست که به ذهن ما خطور میکنه. خب مؤسس این خبرگزاری در واقع فردی به نام جولیوس رویتر هست که متولد 1816 و ایشون یهودی هست و مهمترین خبرگزاری میتونیم بگیم دنیا هست که در اختیار صهیونیست ها هست. حالا ما اینجا وقتی میگیم یهودی دوستان بدونن که منظور صهیونیست هست. در ادامه خبرگزاری اسوسییتد پرس که باز این کاملا در اختیار صهیونیست ها هست. حالا دوستان توجه کنن خبرگزاری در واقع کارش چیه؟ خبرگزاری میاد مثلا تعداد زیادی روزنامه رو، مجله رو و حالا سایر رسانه‌های خبری رو میاد تغذیه میکنه. یعنی روزنامه ها فرضاً میان اخبارشون رو از این خبرگزاری ها میگیرن، یعنی پول میدن و خبر رو میگیرن. خب شما حساب بکنید که کل یک خبرگزاری در اختیار مثلا صهیونیست‌ها هست. چه خبرهای انتخاب میشه، چه خبرهای به دروغ گفته میشه، در چه خبرهای دست برده میشه و شما فرض کنید مثلا تعداد زیادی روزنامه در جهان چاپ میشه که در نسخه های تعداد زیادی مثلا 1,000,000 نسخه، 2,000,000 نسخه که در هر کشوری عرض میکنن روزانه، که اینها یک مطلبی رو به آگاهی جمعی در واقع منتقل میکنن و به این دلیل هست که عرض میکنم قدرت رسانه خیلی خیلی بیشتر از دیپلماسی یا در واقع سلاح‌های نظامی هست.
خب در ادامه میاد از رسانه‌های انگلستان و مشخصا روزنامه تایمز به عنوان یکی از معروفترین روزنامه‌های انگلیس صحبت میکنه که میگه این باز در اختیار صهیونیست‌ها و در رأس آن یهودی انگلیسی به نام راثچایلد، همون خانواده معروفی که در موردش صحبت کردیم، قرار داره و ایشون میاد سرمایه زیادی رو هزینه میکنه که این روزنامه رو تحت نفوذ خودش داشته باشه. و حالا در ادامه میگه که سالها بعد اون رابرت مورداک یا روپرت مردوخ معروف، یهودی میلیونر یهودی استرالیایی، در واقع میاد این رو میخره. حالا این رابرت مردوخ یا مردوک، ایشون شاید دوستان شنیده باشن اسمش رو، که به عنوان امپراتور رسانه معروف هست. و حالا اگر دوستان علاقه‌مند بودن، یک کتابی هم وجود داره به نام روپرت مورداک، امپراتوری رسانه‌ای، نوشته ویلیام شوکراس، که زندگی نامه ایشون رو از ابتدا اومده بیان کرده و اینکه چطور وارد دنیای رسانه میشه و چطور در واقع در اکثر رسانه‌ها ایشون نفوذ و کنترل داره. خب در ادامه کتاب میگه که روزنامه تایمز و روزنامه دیگری به نام ساندی تایمز که این دو توسط همین فرد یعنی مردوک خریداری میشه و عملاً شاهراه مطبوعاتی کشور انگلستان دست صهیونیست ها قرار میگیره. و البته علاوه بر این دو روزنامه 3 مجله دیگر هم خریداری میشه توسط ایشون: مجله سان، مجله نیوز آف د ورلد و مجله سیتی مگزین. و مطرح میکنه که این فرد صرفاً در انگلیس، یعنی فعالیتش محدود به انگلستان نیست، بلکه او مالک تعداد دیگری از روزنامه‌ها و مجلات در استرالیا، کانادا و ایالات متحده هم هست. و حالا نام برده از یک سری روزنامه‌ها و مجلات دیگری که در انگلستان زیر سیطره صهیونیست‌ها هست، مثل دیلی اکسپرس، نیوز کرونیکل، دیلی میل، دیلی هرالد، منچستر گاردین، جان بول، یورکشایر پست، ایونینگ استاندارد، ایونینگ نیوز، ابزرور، ساندی ریویو، ساندی اکسپرس، ساندی کرونیکل، ساندی بایبل، ساندی دیسپچ و تعداد دیگری از مجلات و روزنامه ها. خب میرسه به مطبوعات آمریکا. کتاب میگه چاپخانه‌های آمریکا روزانه 1759 روزنامه منتشر میکنن که حالا البته این آماری که اینجا مطرح شده مثلا ممکنه مربوط به 20 سال 30 سال پیش بوده باشه یا حتی قبل‌تر، یعنی آمار الان خیلی بیشتر از این هست، ولی ما در واقع میایم روی همین آمار تکیه میکنه. خب کتاب میگه برای توزیع چنین رقمی از مطبوعات، یعنی 1759 روزنامه که حالا اینجا گفته که 61 میلیون آمریکایی آنها را هر روز خریداری میکنن که 668 نشریه هفتگی را هم اضافه کرده.
میگه حدود 1700 شرکت توزیع بر اینها در واقع اشراف و نظارت دارن که صهیونیست‌ها بر نیمی از آنها سیطره کامل دارن و بر نیم دیگر تسلط کمتری دارن. یعنی شما نگاه بکنید که در حقیقت کل مطبوعات آمریکا دست اینها هست و عملاً افکار جمعی مردم آمریکا رو اینها دارن شکل میدن. حالا از معروفترین روزنامه هاشون برای مثال نیویورک تایمز که یکی از معروفترین هاست، از سال 1896 در واقع صهیونیست‌ها روی این کنترل داشتن. یا روزنامه واشنگتن پست که این روزنامه هم در حقیقت تحت سلطه اینها هست. نیویورک تایمز ایزن تحت کنترل اینها هست. دیلی نیوز، نیویورک پست و حالا یک لیستی از روزنامه هایی که تحت کنترل اینها هست. خب در ادامه کتاب میاد صحبت میکنه در ارتباط با مطبوعات فرانسه که از فردی به نام جیمز گولد اسمیت صحبت میکنه، یهودی انگلیسی الاصلی که مجله اکسپرس رو در فرانسه میاد تصاحب میکنه و نقش فعالی در جریان یورش خبری در جنگ گروه فشار صهیونیسم در فرانسه بر علیه رئیس جمهور اسبق در واقع ایفا میکنه. رئیس جمهور اسبق فرانسه والری ژیسکارد سن. یا نفوذ اینها روی دو روزنامه فیگارو و لوکوتیدین که روزنامه‌های مهم فرانسه هستند. حتی از روزنامه‌های یا مطبوعات اجتماعی، اقتصادی و هنری هم صحبت میکنه، مثل مجله خانواده کارگر که در واقع یک مجله اجتماعی است به امور کارگران میپردازه که عملا منعکس کننده نظرات صهیونیست‌ها است. یا روزنامه فرانس سوار که باز در سیطره اینها هست. خب در ادامه کتاب میاد از شبکه‌های تلویزیونی مهم جهانی صحبت میکنه، به خصوص در آمریکا که اینها هم حالا گفته شده که بین 700 تا 1100 شبکه پخش تلویزیونی در آمریکا وجود داره. 3 شبکه مهم ABS، CBS و NBC که از مشهورترین اینها هستند و هر سه تحت نفوذ صهیونیست‌ها هستند. شبکه تلویزیونی ABS که رئیس صهیونیستش به نام لئونارد جانسون، یا شبکه CBS که مالک صهیونیستش به نام ویلیام بیلی هست که در واقع سلطه دارن روی این شبکه‌های تلویزیونی، و شبکه NBC که تحت کنترل آلفرد سیلورمن هست که ایشون هم صهیونیست است. خب کتاب میگه برای درک میزان خطر سلطه صهیونیسم بر این شبکه‌های سه‌گانه کافی است اشاره کنیم که آنها توجیه سیاسی افکار و دیدگاه‌های حدود 250 میلیون آمریکایی به علاوه صدها میلیون نفر در اروپا، کانادا و آمریکای لاتین و بلکه همه جهان رو به عهده دارن و به این افکار جهت میدن.
و همچنین مطرح کرده که مهمترین ایستگاه‌های رادیویی آمریکا از جمله ایستگاه صدای آمریکا از ناحیه در واقع مدیر صهیونیستش به نام رابرت گولدمن اداره میشه. یا شرکت میاکن از مشهورترین شرکت‌های تولید تلویزیونی در آمریکاست که در مالکیت فردی به نام مناهم گولان هستش که ایشون یک صهیونیست معروف و صاحب شرکت تولید سینمایی کنن هست. یا فردی به نام لورد لوگرید که ایشون صاحب شرکت آی تی وی در خصوص تولید تلویزیونی هست و به عنوان امپراتور تاجدار صنعت تولید تجاری تلویزیونی در انگلستان به شمار میره. خب یکی از اقداماتی که در واقع صهیونیست ها انجام میدن، گفته شده که میان هنرپیشه ها و سلبریتی های معروف رو و محبوب رو جذب خودشون میکنن، یعنی از اینها دعوت میکنن که از اسرائیل دیدن بکنن و برای اینها ملاقات‌های ویژه میان با رهبران اسرائیل ترتیب میدن. به چه هدفی؟ که بعد از این بیان از اینها به عنوان شیپورهای تبلیغاتی اسرائیل یا تریبون‌های تبلیغاتی اسرائیل در واقع بهره برداری بکنن. خب در یک فصل دیگری کتاب به موضوع تئاتر میپردازه و جالبه که تئاترهای معروف رو هم صهیونیست‌ها سعی کردن که در اختیار داشته باشن. برای مثال در انگلستان اینها روی قدیمی ترین تئاترها و تماشاخانه ها تسلط دارن، مثل تئاتر سلطنتی که همین آقای لورد لوگرید که اسمشو بردیم صاحبشه، که مطرح کرده که این آقا تملک شرکت دیگری رو در حوزه تئاتر به نام برمانزن ناتان لیمیتد در اختیار داره، یا تماشاخانه های درورلین، لندن پالیدیوم، ویکتوریا پالس، آپولو، لیریک و چند تئاتر مهم دیگر. خب یک موضوعی رو که ازش صحبت شده در کتاب موضوع تبلیغات تجاری هست که کتاب بیان میکنه صهیونیست‌ها از تبلیغات تجاری میان به زشت‌ترین وجهی برای مثال علیه اعراب مسلمان بهره برداری میکنن. حالا این یک نمونه هست. به دلیل چی؟ به دلیل خطری که اینها از جانب اعراب حس میکنن. از همون دهه 40 میلادی که اسرائیل شکل گرفت، خب یک خطر بالقوه‌ای که برای اسرائیل وجود داشت کشورهای عربی بودن و اینا خب خیلی به این پرداختن و حالا به روش‌های مختلف اینها در تبلیغات خودشون میان عرب‌ها رو به عنوان یک تمدن، به عنوان انسان‌های، حالا تمدن که عرض میکنم اتفاقا اینها در تبلیغاتشون اینها رو انسان‌های بی تمدن و احمق و شهوتران و آلوده جلوه میدن. یعنی اساساً سعی میکنن که اعراب رو انسان‌هایی نشون بدن برای دنیا که خیلی به لحاظ نوع زندگی
و روش زندگیشون، اینکه به دنبال چه چیزهایی هستن، سطح آگاهیشون، سطح زندگیشون در واقع خیلی پست نشون بدن و از این طریق در واقع آسیب بزنن و افکار عمومی جهان رو هم در واقع شکل بدن بر علیه اینها. خب حالا مثال زده، میگه در ایالات متحده آمریکا هنگام تبلیغ تلویزیونی نوعی صابون مجری برنامه اعلان میکرد که فلان صابون هر چیزی را پاک و تمیز میکند، حتی اعراب را. و میگه آنگاه شخصی که با لباس عربی بر تن دارد با لباس و چهره آلوده بر صفحه تلویزیون ظاهر میشود. در همان حال زن جوان نیمه برهنه جلو می آید و او را به سمت وانی پر از آب برده و شروع به شستن و ماساژ او به وسیله صابون مورد نظر می کند. آنگاه در حالی که او را از وان خارج می کند با خباثتی برخاسته از خلق و خوی یهودی معاون خویش می گوید: آقایان، خانم‌ها، با عرض پوزش، ما در انتخاب صابونی که این عرب را بهتر از فلان صابون بشوید با بسیاری رقابت نموده و سعی کردیم برترین صابون را برگزینیم. در همین لحظات جوانی داخل می شود و برگه‌ای را به دست آن زن می دهد. زن جوانان را گشوده و با شادی و مسرت می گوید: خانم‌ها، آقایان، اکنون از فلان آزمایشگاه خبر آوردند که فلان صابون در اوج تأثیر و مرغوبیت است. در پاکیزه نشدن این عرب عیب و ایراد از صابون نیست، بلکه اعراب اساساً پاک شدنی نیستند. خب دوستان توجه بکنن که این یک نمونه، صرفاً یک نمونه از تبلیغات اینها هست. حالا صرفاً بر علیه اعراب، اینها در واقع بر علیه هر ملتی، هر گروهی و هر فردی که افکار ضد به قول خودشون یهودی ستیزی داشته باشن یا ضد صهیونیست‌ها یا ضد اسرائیل، میان از ابزار رسانه بر علیهش استفاده میکنن. برای مثال شما فرض کنید که یک سناتور، نماینده کنگره، اگر در واقع مخالف سیاست آمریکا در قبال حمایت از اسرائیل و صهیونیست‌ها باشه، یک هجمه بسیار شدیدی در رسانه‌های جریان اصلی بر علیه این فرد رو انجام میدن، به طوری که عملاً اعتبارش رو در مجامع سیاسی آمریکا از دست میده. میشه به خیلی موارد اشاره کرد. بنابراین دلیل این که برای مثال نمایندگان کنگره آمریکا حداقل تا الان نتونستن مقابله بکنن با این سیاست حمایت آمریکا از اسرائیل، دلیلش نفوذ اینها هست و سیطره‌ای که کاملا بر رسانه ها دارن. خب این میشه گفت یک خلاصه بود از شرایطی که در واقع بر رسانه‌های جریان اصلی در دنیا وجود داره و دوستان توجه بکنن که کنترل ذهن توسط رسانه، حالا چه روزنامه باشه، چه شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، چه فیلم‌های سینمایی، سریال‌ها، چه فضای مجازی، وبسایت‌ها، کنترل ذهن توسط اینها به شکلی انجام میشه که
مخاطب اساسا متوجه نمیشه، یعنی خیلی نامحسوس این فرایند رو انجام میدن. یعنی اگر مخاطب آگاهی نداشته باشه و هوشیار نباشه و شناخت نداشته باشه به این دستور کارها، خیلی راحت مورد نفوذ قرار میگیره و آگاهیش تحت تاثیر قرار میگیره و اینها به افکار مخاطب شکل میدن و در واقع باعث میشن که مخاطب نتونه به شکل مستقل فکر بکنه، تحلیل بکنه وقایع رو، اتفاقات محیط اطرافش رو، و از این طریق اون دستورکار خودشون رو در حقیقت با هزینه‌های خیلی کمتری اینها انجام میدن و دنبال میکنن. بنابراین خیلی باید هوشیار بود در انتخاب منابع اطلاعاتی و خبری. و با این شرایطی که عرض کردم میشه گفت در واقع 100% رسانه‌ها در اختیار اینها هست و تحت این شرایط عرض میکنم خیلی باید هوشیار باشیم از چه منابعی استفاده میکنیم و افکارمون رو، خودآگاهیمون رو و ناخودآگاهمون رو در واقع بتونیم از گزند این نفوذ در واقع حفظ بکنیم. حالا خیلی میشه صحبت کرد در ارتباط با رسانه و روش‌های کنترل ذهن. امیدوارم که مطالب مورد استفاده دوستان قرار بگیره و کمک بکنه به اینکه آگاهتر بشیم و هوشیارتر بشیم نسبت به این دستور کارها.